سلام، من آقای سرشارم و امروز میخوام راجع به برند ورساچه باهاتون صحبت کنم. پس خیلی خوشحال میشم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کنی و آنو برای دوستاتون به اشتراک بذاری. متشکرم. ورساچه یکی از محبوبترین و مشهورترین برندهاست. شاید دلیل محبوبیتش استفاده از سلبریتی هایی باشه که برای تیزرهای تبلیغاتی این برند ورساچه ازشون استفاده کرده. بین این سلبریتی ها میشه به مادونا، اشتون کچر و بریتنی اسپیرز هم اشاره کرد. اما برخی دیگه بر این باورن که ورساچه در دهه 1990 پدیده‌ای به نام سوپر مدل رو تشکیل داد، چرا که از سال 1991 تمامی سوپر مدل‌ها به انتخاب ورساچه بودن و برای ورساچه کار می‌کردن. خب بریم سراغ بنیانگذار ورساچه. ورساچه توسط آقای جیانی ورساچه متولد 1946 در شهر رجیا کالابریا به دنیا آمدن و اولین بار ورساچه در سال 1978 تأسیس شد. اما اولین بوتیک رسمی ورساچه در سال 2000 و در شهر رجیا کالابریا، همون شهر زادگاه آقای جیانی، تأسیس شد. در رابطه با خود آقای جیانی ورساچه هم بخوام صحبت کنم، باید بگم که ایشون پدرشون فروشنده بوده و مادرشون خیاط بوده. تأثیراتشون رو در رشته معماری ادامه دادن و تموم کردن، اما علاقه شدیدشون به خیاطی و طراحی لباس باعث شد که نزد مادرشون خیاطی حرفه‌ای رو شروع کنن به یاد گرفتن. برند ورساچه رو به همراه برادر بزرگترشون تأسیس کردن و چند سال بعد خواهرشون هم به جمعشون پیوست. ورساچه با برندهای مطرح زیادی همکاری کرده، ولی یکی از این همکاری‌ها از همشون جذاب‌تره. همکاری ورساچه با برند اتومبیل سازی لامبورگینی. در سالهای 2007 تا 2008 لامبورگینی مورسیالگو 10 نسخه از این اتومبیل رو ورساچه طراحی داخلیش رو انجام داده. یعنی تصور کنید خودرویی که اون سالها خیلی جذاب و محبوب بوده و یه سوپر اسپورت خاص بوده، وقتی که داخلش میشینین روی فرمون و روی چرم صندلی‌ها لوگوی ورساچه رو ببینید. این یکی از بی‌نظیرترین شاهکارهای دنیاست از نظر شخصی من. غم انگیزترین قصه‌ای که برای ورساچه وجود داره شاید بشه به مرگ آقای جیانی ورساچه اشاره کرد. در سال 1997 هنگامی که ایشون از پیاده‌روی صبحگاهیشون برمیگشتن منزل، جلوی پله‌های در خونه‌شون با شلیک 3 گلوله توسط یک آمریکایی کشته شدن و بعد از اون دختر ایشون 50% سهام ورساچه رو مالک هستن و مدیریتش بر عهده خواهر کوچیک ورساچه هستش. و خدا رو شکر تا به امروز ورساچه پیش خانواده خودش رو داره تحت نظر اونا مدیریت میشه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو هم تا انتها تماشا کردین. ممنون میشم لایکش کنی و اونو برای دوستاتون به اشتراک بذارین. و اگه تجربه‌ای از برند ورساچه دارین حتما برام کامنت کنین. علاوه بر اون شما میتونید کانال یوتیوب من و پیج اینستاگرام رو دنبال کنین. چرا که من آقای سرشارم و میخوام برندهای مطرح دنیا رو بررسی کنم. متشکرم.